رسول اکرم میگه مر بشاب و هو یضحک، روز میگه به نزد یک جوان میگذشت که اون جوان خنده میکرد. رسول الله چی گفتند؟ هل جزت علی الصراط؟ جوان گفتند آیا تو پول صراط را گذشتی؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت پیغمبر خدا من پول صراط نگذشتم. هل تبین لك انك تسیر الى الجنه؟ ای جوان گفت آیا بر تو یگان کاغذ است، یگان معلومات آمد که تو داخل جنت میشه بعد مرگ؟ قال لا یا رسول الله، نه. گفت من درک ندارم بعد مردن جنت میرم یا جای دیگر میرم، درک ندارم. ففیم ضحک؟ پیغمبر گفتن پس خنده تو برای چی است؟ چرا خنده میکنی؟ مادام پول صراط نگذشتی، مادام که وارد جنت نشدی، دنیا جای خنده است. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن. خدا رحمت کند جنونی را. ناگذشته از صراط آخرت شادی مکن، کاری دشوار است با دو دیده نمناک رو. کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست. خون دیل با غصه مردن خورو غمناک رو. حضرت چی میگه داخل ما و شما؟ خنده را در صورتی کن که پول صراط میگذری، خنده را در صورتی کن که وارد جنت هستی. این حالت خنده برای ما و شما ارزنده است.